Salut les amis, aujourd'hui on va apprendre des phrases françaises qu'on utilise tous les jours dans la vraie vie. On va voir chaque phrase avec une explication et un exemple. سلام دوستان، امروز با هم جملات فرانسوی یاد میگیریم که هر روز در زندگی واقعی استفاده میشوند. هر جمله را با تشریح و مثال یاد میگیریم. بریم بخیر. Allez-y. Première partie. بخش اول. Le matin, soupe. Le matin, soupe. Bonjour. سلام صبح بخیر. این جملات را هر روز صبح استفاده میکنید. وقتی وارد دکان، مکتب، دفتر کار یا هر جایی میشوید اول میگویید بونژور. در فرانسه استفاده میشه. Comment tu vas؟ حالت چطوره؟ برای دوست، همکار یا هر کسی دیگه میگه حالت خوبه؟ حالت چطوره؟ Ça va bien. در جواب میگه خوبم. Je suis prêt pour aujourd'hui. یعنی من برای امروز آماده هستم. صبح قبل از رفتن به کار یا مکتب این جمله را با اعتماد به نفس میگویی. برای زن میشه prête، برای مرد میشه prêt استفاده میشه. Je suis prêt aujourd'hui. Deuxième partie. بخش دوم. Dans la rue. در خیابان. Excusez-moi où est؟ ببخشید کجاست؟ وقتی در شهر گم میشوید یا آدرس نمیدانید این جمله را استفاده میکنید. مثال: Excusez-moi où est la pharmacie؟ ببخشید داروخانه کجاست؟ مثال دوم: Excusez-moi où est la gare؟ ببخشید ایستگاه کجاست؟ C'est combien s'il vous plaît؟ لطفاً این چند است؟ در بازار، دکان، رستوران، هر جایی که چیزی میخرید این جمله استفاده میشود. بسیار مهم و کاربرد است. Je voudrais ça s'il vous plaît. لطفاً این را میخواهم. یعنی میخواهم اما بسیار مؤدبانه je voudrais است. در رستوران، بازار، دکان استفاده میشود. مثال: Je voudrais un café. یا قهوه میخواهم. Je voudrais ce livre. این کتاب را میخواهم.